یادداشت‌های زیادی دارم از مادرجانم. آن خردسال بودم، لیکن یادم هست که چقدر مهربان بودم. وقتی که از کار برمیگشتم با همین فرزندان بسیار دویده و اونجاشون میرفتیم. در اتاق کارشون ما همشون همین سرود و موسیقی مینواختیم. ما هم کودک بودیم اون هنگام اسباب‌های موسیقی اون کس رو میرسیدیم و مینواختیم. مادرجانم بسیار خرسند میشدن و میگفتن که دخترکم بسیار شوق دارد. فرزندان من عموما همه ما مرا میگفتن که من اسکریپت آموز میکنم و با هند روان میکنم تا صنعت بالای هند رو بیاموزم و خوشبختانه من این آرزوی پدرجانم رو عملی گردانده توانستم. با سر بلند من در هندستان تحصیل کردم و امیدوارم و من افتخار میکنم که فرزند چنین شخص بزرگ هستم و کوشش میکنم مثل پدرجانم برای وطنم، برای مردم، برای مخلصان عزیزم خدمت نمایم و سرودهای نو و نو ایجاد نمایم. البته نقشه‌های زیاد دارم. انشاءالله که روزهای نزدیک سرودهای نوی من، کلیپ‌های نوی من و مخلصان رسانیده می‌شود. این روز که پدر شما یادبود داشتن اون رو شما جشن گرفتید؟ البته یادبودی پدرجانم رو اول به منزلگاه اون کس میرویم. بعدا دسته‌های گل گرفته ما فرزندا اول مادرجانم رو تبریک میگیم، چون که این شخص بزرگ، این مادری عزیز و مهربانم بسیار سهم خود رو گذاشتن و البته ما جشن میگیریم. خوشبختانه نه تنها زادروز پدرجانم بلکه زادروز جانی مهربانم هست. یک یعنی فرزند محمد رفیع جان دختر چشم نظیر در این روز تولد شده است و ما از پدرم هم از جنجم در یک روز جشن میگیریم. این بسیار خوشبختی است، خرسندی است. عین حال پای ایجاد هستم. سرودهای نو و نو و کلیپ‌های نو و نو گرفته ایستادم. روزهای نزدیک امیدوارم که